دوستان عزیز، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. درس امروزی ما 6 کلمات سوالی است که به آلمانی برش ویفخاگن میگن. ویفخاگن از این خاطر چرا که تمام از این 6 کلمات با حرف وی شروع میشه. Fragewörter, die mit einem W beginnen. W-Fragen یا سوال‌های که به این کلمات یا لغات شروع میشوند، ما نمیتونیم که این سوال‌ها را با بله یا نخیر جواب بدهیم. مثلا warum, wer, wann, wo, wie, was. Warum, wer, wann, wo, wie و was. بیاین ببینیم که این لغت ها چی معنا میدن. warum یعنی چرا، wer یعنی کی، wann یعنی چه وقت، wo یعنی کجا، wie یعنی چطور یا چطور و was یعنی چی. خب دوستان، خدا کنه که ترجمه از این لغات ذهن نشین کرده باشین. دوستان بعض لغات دیگه هم هست، همین کلمات سوالیه هست که با وی شروع میشه، اما ما انتخاب از این 6 تا، بلکه به صورت عموم در آلمان این 6 تا را ویفخاگن میگه. از امو خاطر ما انتخاب از این 6 تا را کردیم و در لیول A1 هم بهتر است که از این لغات آگاه باشیم. خب میریم به طرف از این که یک جمله بر از این لغات جمله جور کنیم و ببینیم که این لغات در جمله چی رقم استفاده میشه و چی رقم جمله جور میشه. متوجه باشین دوستا که این سوال ها را ما به بله یا نخیر جواب داده نمیتونیم، باید جمله را مکمل جواب بدهیم. خب لغت اول ماست warum. جمله برش جور میکنیم. warum rauchst du، warum rauchst du معنیش هست چرا سیگارت میکشی یا سیگار میکشی. warum rauchst du چرا سیگار میکشی یا چرا سیگارت میکشی. لغت بعدی wer معنی کی، برای شخص استفاده میشه. wer bist du میبینیم که جمله آمیانه است، زی استفاده نشده، اینجا دو استفاده شده. wer bist du تو کی هستی. wer bist du تو کی هستی. لغت بعدی ما wann است. wann یعنی چی وقت. سوال است wann kommt er، wann kommt er. دوستا اگر متوجه شده باشین kommen ما در درس قبلی خود استفاده کرده بودیم و همراه زی woher kommen sie ما استفاده کرده بودیم در قبلی. اینجا همون لغت kommen همراه er شخص سوم. مقصدش کیست؟ مقصدش er او بچه است. ما گفته بودیم که er برای بچه و زی برای جنس زنانه استفاده میشه. سوال تکرار میکنم. wann
kommt er. و همچنان اینجا kommen گردان شده با er، حالت خود تغییر داده، kommt شده. wann kommt er؟ او چی وقت می آید؟ یا او کی می آید؟ به اصطلاح عادی ما میگیم کی میایی، چی وقت میایی یا چی وقت میآید. او کی یا چی وقت میآید. میریم طرف جملات بعدی. یعنی او کجاست؟ ما پیش اشاره شده بود به بچه kommt er بود، اینجا اشاره شده و زنانه و جنس زنانه. یعنی از چی میفهمیم؟ از زی. wo ist sie. یک چیز دیگر حتما متوجه شدین دوستا که اینجا زی به اس خورد نشده شده و اس یعنی لغت عمل همچنان به حالت اصلیش نیست. از او خاطر ما گفته میتونیم که این سوال اشاره میکنه طرف یک زن یا یک دختر، یا امکان داره یک چیز بیجان باشه که از جنسیت زن است. درباره آرتیکلا یا چیزها جنسیت زن، مرد یا خنثی را داره، آرتیکلا را باز انشالله میخوانیم. خب مقصد ما او کجاست معلوم نیست که درباره دختر است، چوکی است، قلم است، معلوم نیست. مقصد همه میفهمیم که درباره هر چیز که هست از جنسیت زنان است. لغت بعدی ما وی مانا چطور یا چی طور. جمله ایسته که وی alt bist du. ما خوانده بودیم که وی alt sind sie. زی محترمانه بود، معرفی را خواندیم، درس معرفی کردن. دیجا به شکل عامیانه از دو استفاده کرده. وی alt bist du. وی alt bist du. چند ساله هستی. لغت بعدی was یعنی چی. جمله است was denkst du. was denkst du معنای چی فکر میکنی. خب ما هر این جمله را که کت دوست میتونیم که محترمانه یعنی به زی بگویم یا به دو بگویم. مثلا جمله پنجم wie alt bist du میتونیم بگیم wie alt sind sie. و جمله ششم که was است was denkst du میتونیم بگیم was denken sie. شما چی فکر میکنید؟ دوستا درس خود همینجا به پایان میرسانیم. ما 6 تا کلمات یا لغات ویره خوانده و میتونیم که با استفاده از این 6 کلمات ما جمله جور کنیم، سوال کنیم، جملات سوالیه دیگه پرکتس کنین، تمرین کنین. بدون تمرین هیچ چیز نمیشه. از ما مایه گرفتن یاد دادن است. کوشش نکنین که مثلا جمله را با ترجمه از یاد کنین، چی کتاب باشه چی کدام ویدیویی باشه. جملات اگر تنها جمله را خوانده معنایش از یاد کنیم به این شکل یاد گرفتن نمیشه لسان. وقتی لغت بفهمیم و طریقش بفهمیم که چی رقمی را استفاده در جمله کنیم، انشالله بسیار به سادگی و آسانی میتونیم که جمله‌های مختلف و در هر بابت که باشه جمله بسازیم و محاوره. تشکر میکنم دوستان عزیز. تا دفعه بعد، السلام علیکم. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.